بدون رژیم گرفتن لاغر بشین؟ خبر خوب اینه که میشه، اما خبر بد اینه که خیلی کمتر از چیزی که فکرشو کنید. به ویدیو پنجم کانال من خیلی خوش اومدین. امروز قراره سراغ یکی از جالب ترین موضوعات دنیای لاغری بریم. آیا میشه بدون تغییر رژیم غذایی وزن کم کرد؟ این ویدیو برگرفته از صحبت‌های دکتر اریک برگ هستش. بدون مقدمه بریم سراغ اصل مطلب. اول بیاین از ورزش کردن شروع کنیم. مثلا طناب زدن. وقتی در حالت استراحت هستید حدود 50 کالری در ساعت میسوزونید، ولی با طناب زدن این مقدار به حدود 560 کالری در ساعت میرسه. حالا 1 پوند چربی معادل 3500 کالریه، یعنی باید بیشتر از 5 ساعت و نیم طناب بزنید تا فقط 1 پوند چربی بسوزونید. بیاییم پیاده روی سریع رو در نظر بگیریم. هر ساعت پیاده روی سریع حدود 340 کالری میسوزونه. پس برای 1 پوند چربی باید بیشتر از 10 ساعت راه بریم. بریم سراغ خنده. هر 10 دقیقه خنده واقعی حدود 40 کالری میسوزونه. پس برای سوزوندن 1 پوند چربی باید بیشتر از 14 ساعت بخندیم. حمام یخ هم جالبه. فقط 15 دقیقه موندن تو آب خیلی سرد میتونه حدود 250 کالری بسوزونه. چون باید بدن دائم خودش رو گرم نگه داره، برای همین شروع به سوزوندن چربی‌ها میکنه. اگر 2 هفته هر روز این کار رو انجام بدین، شاید 1 پوند چربی کم بشه. اهدای خون هم جالبه. هر بار خون دادن حدود 350 کالری میسوزونه. پس باید 14 بار اهدای خون بدیم تا 1 پوند چربی رو از دست بدیم. تا اینجا احتمالاً فهمیدی که کم کردن حتی 1 پوند چربی فقط با فعالیت کار خیلی سختیه. تازه اگر همزمان یه پیتزا بخورین، همه اون تلاش‌ها خنثی میشه. مثلا 1 برش پیتزا معادل 285 کالریه که معادل 3 مایل دویدنه. 1 لیوان نوشابه معادل 270 کالریه که معادل 45 دقیقه زومباه. یعنی ورزش بیشتر وقتا فقط کمک میکنه صفر بشین، نه اینکه وزن کم کنین. در واقع حدود 85% کاهش وزن به تغذیه مربوط و فقط 15% به ورزش. ورزش فوق‌العاده است، اما بیشتر برای سلامت عمومی، قدرت بدنی و روحیه، نه لاغری. خب سوال، پس برای سوزوندن چربی باید چیکار کنیم؟ کلید اصلی پایین آوردن انسولینه. برای این کار باید کربوهیدرات مواد غذاییتون رو کاهش بدین. رژیم کم کربوهیدرات یا همون کتوژنیک دقیقاً همین کارو میکنه. باید مصرف نان، پاستا، برنج، بیسکویت، قند، آردای مخفی رو کم کنید و کل کربوهیدرات روزانه‌تون رو بین 20 تا 30 گرم نگه دارید. بعضی‌ها حتی صفرش میکنن و فقط گوشت و ماهی و تخم مرغ و لبنیات میخورن که اینطوری خیلی سریعتر وزن کم میکنن. عامل دوم که معجزه میکنه روزه‌داری متناوب هست. وقتی کربوهیدرات پایین بیاد، میل به غذا کمتر میشه و راحت‌تر میتونید وعده‌ها رو حذف کنید. 1 روز ممکنه فقط 1 وعده بخورین، روز بعد 2 تا وعده. حتی شاید 1 روز اصلاً گرسنه نشین. این به معنی گرسنگی کشیدن نیست، نه. بدن داره از چربی‌های خودش استفاده میکنه، اونها رو میسوزونه. نتایج این 2 تا کار فقط لاغری نیست. التهاب بدنتون کم میشه، فشار خونتون میاد پایین و دیابتتون هم بهتر میشه. انرژیتون زیاد میشه و حتی افسردگیتون هم کاهش پیدا میکنه. پس در نهایت جواب اینه که آیا میشه بدون تغییر رژیم لاغر بشین؟ بله، اما خیلی کم و با زحمت زیاد. اگه واقعا میخواین چربی ها رو آب کنید، باید تغذیه رو تغییر بدین. و در نهایت توجه داشته باشین که نکاتی که تو این ویدیو بحث شد رو به عنوان آموزش ببینید، نه یک نسخه پزشکی. اگر بیماری یا شرایط خاصی دارید، قبل از هر تغییر جدی حتما با پزشکتون مشورت کنید. برای آموزش‌های بیشتر تو حوزه تغذیه روح و جسم، یعنی روانشناسی و سلامتی، کانال رو سابسکرایب و لایک کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.